یکی از شمالی ترین نقطه استان فارسه و اینجا روستای چمکنگری یکی از روستاهای شهرستان مرودشته و تا فاصلش تا شهرستان مرودشت حدوداً 120 کیلومتره و تا شیراز هم تقریبا همین و تقریبا 10 کیلومتر 15 کیلومتر بالاتر از اینجا میره سمت اقلیب دوسکوت و تا تنگ بران هم حدوداً یه 5 کیلومتری فاصله است و اینجا به موازات جاده جدید آزادراه شیراز اصفهان در جوار آزادراه شیراز اصفهان. تو مسیر من دیدم درختای سیب و به هم خیلی زیاده. آره اینجا محصول اولش سیبه، جدای از کشاورزی که برنج باشه و سیبات خیلی خوب درجه یک اکثرا هم میره برای اصفهان و تهران. ما الان داریم با موتور بین مزارع حرکت می‌کنیم. ببینید اینجا مزارع شالیکاری برنج هست. بو و عطر برنج کانفیروزی که همیشه دیدید رو کیسه‌های برنج می‌نویسن، اینجا میتونی استشمام کنی، میتونی حس کنی. همین الان داره سر من قُر میزنه، میگه هر چی بهت گفتم بیا 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 بیا، نمیدونم آلوسیا داره فلان داره بیا ببر. خب نرسیدیم، ولی الان که اومدم هم یه خورده قبطه میخورم هم کلی ذوق میکنم که میبینم باغ به این پربرکتی، به این سرسبزی و خوبی واقعا هم جای شکر داره، همین که امیدوارم براتون همیشه سرسبز و پربرکت و مثمر باشه. موقع فصل برداشت باشه، سیب بقولن آلو بود، خیلی چیزا بود. هر چی بهت اصرار کردم متاسفانه همش میگفتی نمیرسم. حالا نمیدونم چیکار میکردی، اون من دیگه واقعا در جریان نیستم. شنیدید میگن بعضی از محصولات رو بهتره سر زمین بکنی و بخوری، از جمله هندونه. این هندونه‌ای هست یکم حالت قدیمی تری داره، نمیدونم تا حالا دقت کردید یا نه. این مدلایی که تخم هندونه‌های خیلی سیاهی دارن کمتر تازگی تو بازار دیده میشن. معمولا اون مدلای دیگه‌ش هست، این هندونه راه هست پشت چیزا، حالا من خیلی اطلاعاتی ندارم، ولی به هر حال بعد از مدت‌ها این مدل هندونه رو دیدم سر زمین. مصطفی زحمت کشید یکیشو چید به دور از چشم صاحب زمین. البته ما اقوامشونه میدونن اومدیم اینجا، یکیشو همینجا شکستیم و جاتون سبز. بسیار شیرین و خوشمزه، کاملا ارگانیک.